بافت قسمت دست و پا. این دسته و این پا. برای بافت پا و دست از رنگ پررنگ‌تر شروع می‌کنیم. یعنی ابتدا رنگ پررنگ‌تر رو می‌بافیم و بعد به رنگ بدن تغییر میدیم. ابتدای کار حلقه جادویی میزنیم و بعد 6 پایه ببافید توی حلقه جادویی و برای پا تا رج 24 رو ببافید. طبق دستور بافت دایره اصولی تا رج 4 یعنی 24 پایه رو ببافید. برمیگردم خدمتتون. تا انتهای رج 4 رو بافتم. رسیدم به انتهای رج و باید تغییر رنگ بدم، برم به رنگ بدنه. زمانی که میخواین تغییر رنگ بدین، آخرین پایه‌ای که میبافید و بعد پایه بعدی رو میخواین تغییر رنگ بدید، ببینید ما دوتا وقتی نخ روی یا کامبا روی قلابتونه، میان این دوتا رو با یک نخ یکی میکنید. ما آخرین پایه رو که پایه بعدی تغییر رنگه، با نخ همرنگ خودش که داریم میبافیم تغییر رنگ نمیدیم و نخ جدید رو میگیریم و با اون رنگ دوتا یکی رو انجام میدیم. یعنی من الان با رنگ آبی کم رنگ ترم اومدم دوتا یکی رو انجام دادم. حالا میخوام این رج برم روی آبی کم رنگ. ببینید اگه من همینجوری شروع کنم و از پایه پشتی میگیرم، ولی حالا بذارینم هم پایه پشتی بگیرم بهتون نشون بدم. من آبی کم رنگ رو گرفتم، حالا میخوام که بیام ببافم. پایه پشتی یعنی چی؟ دقت کنید هر پایه 2 تا کناره داره یا 2 تا گندمی داره. یکی به سمت خودتونه، یکی به سمت عقب پشته. ببینید یکی به سمت پشت، این 2 تا پایم یکی به سمت خودمه و یکی از این پایه ها یا گندمی ها به سمت عقبه. دستور بافت اینه که این رج رو ساده بافی میکنیم، 24 پایه میبافیم و از پایه پشتی میبافیم. پس من شروع میکنم از پایه پشتی بافتن تا منظورم رو خدمتتون عرض کنم. ببینید من چند تا میبافم. من پایه پشتی رو دارم میبافم. الان ببینید اینجا حالت دالبر پیدا میکنه، یعنی یکی یکی این به این صورت میشه. ولی اگه دقت کنید به اینجا من همچین بافتی رو انجام ندادم و بافتی که دارم کاملا مجزاست از همدیگه و به این صورت نشده. برای اینکه همچین بافتی رو داشته باشیم، بافت تمیزتر و هر رج سر جای خودش باشه، میام از این مدل بافت استفاده میکنم. اگه دلتون بخواد میتونید همینجوری به راحتی بگیرید پایه پشت رو ببافید، 24 پایه رو ببافید برید جلو. ولی اگه نه میخواید مثل من بافتتون رجتون کاملا مشخص بشه و این دوتا با هم دیگه تلاقی نداشته باشن، از این مدل بافتی که خدمتون عرض میکنم باید پیروی کنید. وقتی که میخواید به این صورت ببافید، باید دوتا نخ هم پر، یعنی دوتا نخی که تا الان داشتید میبافتید، یکی نخ قبلی و یکی نخ جدیدی که میخواید با هم دیگه بگیرید. میایید پایه پشتی رو در نظر میگیرید. باز هم پایه پشتیشون دستور بافت میگه پایه پشتی ببافید. پس پایه پشتی رو میگیرید، میایید به نخی که الان هست، یعنی الان من رنگم پررنگ تره، پایم رو با نخ پررنگ تر میگیرم، یعنی از اینجا از پایه پشتیم نخ پررنگ تر رو میگیرم و 2 تا یکیمو با نخ روشن تر انجام میدم. دوباره ببینید پایم رو با نخ پررنگ تر میگیرم، 2 تا یکیمو با نخ روشن‌تر انجام میدم. این کارو تا انتها انجام بدید، یعنی هر پایه یکی ببافید، نخ پایه رو با پررنگ‌تر، 2 تا یکی رو با رنگ کم رنگ‌تر انجام بدید. این بافت، این 24 پایه رو میبافم تا انتها و دقت کنید این از پایه پشتی هستش. ببینید الان
همون مرزی که اینجا وجود داره الان داره ایجاد میشه. 24 پایه رو ببافید در حلقه پشتی و همین طریقی که خدمتتون عرض کردم برمیگردم خدمتتون. 24 پایه رو یک دور بافتم. حالا رج بعدی میخوایم تعداد پایه هامون رو به 30 تا برسونیم. فراموش نکنید نخ نشانه یا نشانتون رو هر رج با خودتون ببرید بالاتر، یعنی اینو هر رج تکون بدید که جای نخ نشانه رو گم نکنید. حالا این رج دیگه فقط با خود آبی کمرنگ یا رنگ بدنه شروع میکنیم به بافت و دقت کنید این رجم میخوایم فقط از پایه پشتی ببافیم. اجازه بدید این نخ آبی کمرنگی که گرفتم با این نخ مرکز با هم دیگه یک گره بزنم که اینجا پایمون فیکس بشه و تکون نخوره. این نخ آبی پررنگم قیچی نکنید به دلیل اینکه ما یه مقدار درج بالاتر میخوایم از آبی پررنگ دوباره استفاده کنیم. به خاطر همین میذارم باشه درج بالاتر دوباره ازش استفاده میکنم. حالا برای بافت این رج که میخوایم به 30 تا پایه برسونیم 3 پایه ببافیم، 4می رو افزایشی ببافیم و این کار رو 6 مرتبه تکرار کنیم. فقط نکته این بافت اینه که دوباره از روی پایه پشتی میبافید و همون آبی کمرنگ رو بگیرید ببافید، یعنی از پایه پشتی و همون آبی کمرنگ رو بگیرید 3 تا حالا افزایشی. پس پایه پشتی رو میگیرید میبافید. این بافت رو تا آخر سر ادامه بدید. ببینید الان به همین صورت پام شد، یعنی اینجا درست شبیه همین یکی پا شد. تا انتها این بافت رو انجام بدید. برمیگردم خدمتتون. رج بعدی رج 7. توی این رج ابتدا بیایید 8 پایه دیگه کل پایه رو با هم میگیریم میبافیم. این رج یعنی بافت معمولی رو انجام میدیم. میایید 8 پایه میبافید. بعد از اینکه 8 پایه بافتید 1 پایه 1 افزایش، 1 پایه 1 افزایش رو 6 بار تکرار میکنید. ببینید میخوایم اینجا رو ببافیم، پس بعد اینجا رو افزایشی ببافیم که بتونیم این قسمت رو ببافیم بیشتر بشه این قسمت. پس 8 پایه ببافید، بعد 1 پایه 1 افزایش 6 بار، در انتها 10 پایه میمونه. این 10 پایه رو ببافید. تعداد پایه هامون در آخر سر میشه 36 پایه. ببافید. برمیگردم. رسیدم به رج 8. توی این رج میخوان انگشتا رو ببافیم به وسیله پایه پا. انگشتای پا رو من یک مقدار برجسته تر از انگشتای دست بافتم. اینجا از 4 پایه پافکی استفاده 4 بار نخ روی قلاب گرفتم، اینجا 3 بار. حالا توی بافت توی این رج یعنی رج 8 8 پایه ابتدا ببافید. بیایید جلو. رج پایه 8 که بافتید با رنگ تیره تر بگیرید، یعنی با رنگ تیره تر این دوتا رو یکی کنیم. چرا؟ چون الان میخوایم با رنگ تیره ببافیم. حالا برای بافت پایه پفکی کاری که میکنیم اینه: یک نخ روی قلاب بگیرید، برید داخل پایه‌ای که باید بزنید. یک نخ بگیرید. تا الان 3 تا. دوباره نخ میگیرم روی قلاب، میام از این تو در میارم، دوباره یک نخ دیگه میگیرم. تا الان شد چند تا؟ 5 تا پایه. دوباره یک دیگه نخ میگیرم و میرم از همون جا دوباره یک پایه دیگه میگیرم. الان 6 تا دارم، یکی هم اولی میشه 7 تا پایه. من چون این پایه خدمتتون عرض کردم میخوام با 4 بار پایه گرفتن ببافم. پس یه دور دیگه نخ روی قلاب میگیرم، میرم داخل همون پایم، یک نخ میگیرم میارم بالا. الان 8 تا پایه اینجا دارم، یکی هم که همون اول میشه 9 تا پایه. این 9 تا پایه رو همه رو با هم یکی میکنم، یه زنجیر میزنم. دوباره پایه بغل دستیش این یک پایه اینجا میشه پایه بغل دستی. وقتی پایه پفکی میزنید
دقت کنید چون اینا یک مقدار برجسته است. ممکنه ببینید الان روی این پایم رو گرفته. بکشید که پایه بعدی رو گم نکنید و کم نبافید. الان درست این پایه اینه ولی رفته بود زیر بافت من و معلوم نبود. حالا دوباره میخوام یک پایه پفکی بزنم. میام اینو 4 بار میگیرم. این 1، دومین بار، سومین بار و 4مین بار میگیرم، میارم بالا، از هر 4 تا یه نخ رد میکنم. این دوتا رو یکی میکنم. حالا با نخ آبیم میگیرم. دوباره بیاید اینو بکشید بغل این، ببینید بگیرید این وری تا پایه بغلیشو گم نکنید. 3 تا پایه کوتاه ببافید. 1 تا برسیم به پایه پفکی بعدی. 1، 2، 3. سومیرم 2 تا یکیشو با رنگ پفکیم انجام میدم چون میرسم به پایه پفکیم. دو تا یکی هم با رنگ پفکی انجام میدم. دوباره این پایه میشه. 4 بار نخ روی قلابم میگیرم. دقت کنید از همونجا بگیرید. من فکر میکنم اشتباه رفتم. خب اینه 4 بار از روی پایه بگیرید. الان 2 بار گرفتم. 3 و 4. این 4 تا رو با هم یکی میکنم و میگیرم. دوباره یک زنجیر میزنم. دوباره پایه بغلیش، این سومی، 4می. این 4 تا رو با هم یکی میکنم. یک زنجیر میزنم که جمع بشه. حالا 3 پایه میبافم. اینو بگیرید کنار. این پایه است. 3 پایه به رنگ بدنه میبافم. 1، 2 و سومیرم 2 تاشو میگیرم و حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره با 4 پایه پفکیمو میزنم. 2 تا، 3 تا و این 4می. یک زنجیر بزنین. دوباره بیاین 4 پایه برای بغلیش پایه پفکی بعدی رو ببافید. این میشه این پایه. این پایه بغلی اینه. 1، 2، 3 و 4. خب حالا 4 تا رو با هم یکی میکنم. بیایید تغییر رنگ بدید. 2 تا بغل دستی همو زدم با آبی پررنگ. تغییر رنگ بدید با آبی کم رنگ. بگیرید بکشیدش و از پایه کناری این دقت کنید تو این مطلب چون باید هی بشکافید و ببافید تا درست بشه. 1، 2 و 3. دوباره 1، 2 تا پایه پفکی کنار هم میبافید و در انتها 11 پایه معمولی هم میبافید. حالا با هم این 2 تا رو یکی کنیم. پایه پفکی بعدیمون هم ببافیم. اینجا میشه 1، 2، 3 و 4. 2 تا اینو با هم یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم.
میریم برای بعدی. میگیریم روی پایه و اینجا 1 2 3 و 4. اینم با این یکی کنید، یه زنجیره بزنید و حالا با این بگیرید. پایه بعدی اینه که میگیریم و میبافیم. باید 11 تا پایه با این شده باشه. این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا. پس 11 تا پایه درسته. الان این شد انگشت پای عروسک. 11 تا پایه رو ببافید. در انتها باید 36 پایه داشته باشید. رج بعد 8 پایه هم ببافید، یعنی این 11 تا رو ببافید 8 تا هم ببافید. میرسم خدمتتون. من 8 پایه رو بافتم. این نخ آبی پررنگم هم دیگه قطع میکنم و به اینجا گرش میزنم. 8 پایه رو بافتم. حالا میخوایم اون 6 تا پایه افزایشی که انجام دادیم حالا کاهشی ببافیمش. برای کاهش دقت کنید این دوتا هر کدوم 1 پایه به حساب میاد، یعنی این 1 پایه، این 1 پایه، بعد 3 پایه وسط زدید، دوباره 2 پایه 2 پایه. اینو دقت کنید چون دوباره اینجا برای کاهش باید اینو باز کنید تا متوجه شید چند تا پایه زدید، چون اینا بزرگن شاید نذارن شما درست ببینید. من 8 پایه بزنم درست میرسم به این دوتا. این دوتا رو با هم میگیرم و یک کاهشی انجام میدم. یک از اینم باید 1 پایه بگیرم. این دوتا رو با هم میگیرم. نخ اولم گشاد شده. این 1 کاهش. حالا باید 1 پایه بزنم. پایم کجاست؟ اینجا. 1 کاهش 1 پایه. بعد دوباره کاهشی. الان کاهشی میشه کدوم؟ این دوتا پایه تکی که الان روی اینجا دارم، چون یکیشو که الان بافتم. این میشه این دوتا. از این دوتا 1 کاهش میگیرم. این دوتا پایه جلویی رو میگیرم با هم دیگه و کاهش میزنم. حالا دوباره باید 1 پایه ببافم. پایم میشه رو کدوم؟ میشه روی این پایه، چون 3 تا رو بافتم روی این. حالا روی این 1 پایه ببافید. 1 کاهش 1 پایه رو 6 بار تکرار کنید. بعد 10 پایه، رج بعدم 30 پایه رو ببافید. انتهای رج 10 رو بافتم. رج 11 9 پایه ابتدا باید ببافید که اینو میبافیم میایم جلو. بعد 1 پایه 1 کاهش. اینو 3 مرتبه تکرار میکنید. 1 پایه 1 کاهش. این دفعه اول. دوباره 1 پایه، بعد کاهش. این دومین بار و سومین بار 1 پایه و 1 کاهش. 12 پایه بعدی رو ساده بافی میبافیم تا انتهای رجمون. در انتها 27 پایه داریم. ببینید الان داره به این صورت میشه، داره جمع میشه. در انتها 27 پایه داریم. رج بعدی رو 27 پایه رو ساده بافی میکنیم. ببافید برمیگردیم. رج 13 هم. بیاید ابتدا 8 پایه ببافید. بعد از اینکه 8 پایه بافتید 1 پایه و بعد 1 کاهش. اینو 3 مرتبه تکرار کنید. پس 1 پایه، بعدش 1 کاهش، دوباره 1 پایه و بعد کاهش. آخرین دور 1 پایه و بعد کاهش. و در انتها 10 پایه میمونه. اون 10 پایه رو ببافید و
در آخر سر 24 پایه تعداد پایه هامونه. رج بعدی رج 14 بیاین 24 پایه رو ساده بافی کنید. ببینید روی پامون داره جمع میشه، مثل همین پامون داره روی پا جمع میشه میره عقب. خب این رج رو ببافید این 10 تا، بعد 24 پایه رو ساده بافی کنید تا رج 15 برسم خدمتتون. رج 15 هم ابتدا بیاین 9 پایه ببافید، بیاید جلو، بعد از 9 پایه 3 بار پشت سر هم کاهشی می بافید. این 1 2 و 3. بعد از 3 بار کاهشی 9 پایه دیگه میمونه، این 9 پایه رو می بافید. در انتها 21 پایه دارم. بعد رج 16 تا 19 رم 4 رج ساده بافی 21 پایه رو انجام میدم. پس انتها رم ببافید و 4 رج ساده بافی 21 پایه رو انجام بدید. میرسم خدمتتون. رسیدم به رج 20. حالا این رج بیایید 5 پایه ببافید، بعد یک کاهش. این 5 پایه یک کاهش رو 3 بار تکرار کنید. تعداد پایه هامون در انتها میشه 18. ببافید. برمیگردم رج 20 رو بافتم. حالا رج 21 تا رج 28 یعنی تا انتهای رج 28 باید ساده بافی انجام بشه، ولی من میخوام مفصل گذاری انجام بدم توی کارم. این پا رو مفصل گذاشتم برای اینکه پا ببینید باید این پا به این سمت مفصلش، این یکی پا به این سمت قرار بگیره مفصل، که این دوتا رو در کنار پا قرار بدید، در کنار بدن بتونیم قرار بدیم و داخل بدن بذاریم. ببینید این بدن یه پا میاد میره اینجا و این یکی پا هم باید بیاد بره دقیقاً این سمت بدن. خب پس پا این یکی پا میشه این سمت مفصلش. برای مفصل این پا پایه 14 و 15 رو زنجیره زدم و دیگه نبافتمش که بشه این بیاد داخلش. ولی برای این یکی پا چون باید این سمت باشه 14 و 15 میفته این سمت. برای این یکی پا چون باید این سمت باشه مفصل، اول نخ نشانه رو جا به جا کنید، بعد بیاید 4 پایه ببافید. 1 2 3 و 4. 4 پایه رو که بافتید حالا 2 تا زنجیر بزنید. چرا 2 تا زنجیر میزنم؟ مفصل من بزرگه، باید به راحتی بره داخل این کار. یک زنجیر بزنم داخل این کار راحت قرار نمیگیره. ببینید این الان 2 تا رو میخواد برای اینکه داخل کار قرار بگیره. بعد از اینکه 2 تا زنجیر زدید 2 پایه رو رها کنید. پس اینجا اینجا رو بافتم، 1 2 به این یکی پایه‌مو میبافمش، یعنی به این یکی وصل میکنم و اینو رها میکنم. تعداد پایه های مونده رو تا انتها میبافم. خب ببینید الان اینجا میتونه بره داخل کار، این اینجا میره داخل. حالا این یک رج ساده بافیم بود، یعنی الان رج 21 هم میشه. تا انتهای رج 24 رو ببافید. پس این رج 21 4 رج دیگه هم میبافید تا انتهای رج 24 این 18 پایه رو ببافید. برمیگردم تا انتهای رج 24 رو باف. قبل از این که بخواید مفصل رو توی پا قرار بدید باید الیاف رو داخل پاتون بریزید. الیاف رو تا بالا پر نکنید چون جای مفصله، ولی پایین پا رو خوب پر کنید و ابتدا بیایید مفصل رو قرار بدید.
مفصلی که قرار دادید اگه خواستید میتونید یه مقدار خیلی کم هم این روی مفصلتونم الیاف بریزید. اگه دلتون خواست، اگه دلتون هم نخواست هیچ اشکالی نداره. رج 25 بیایید یک پایه ببافید، یک پایه کاهش بدید. این کار رو 6 بار تکرار کنید. در انتها تعداد پایه های ما میرسه به 12 تا. پس یک پایه ببافید، یک پایه کاهش بدید. اینو ببافید، برمیگردم خدمتتون. رج 26 بیاید 6 بار پشت سر هم کاهشی انجام بدین. تعداد پایه همون میرسه به 6 پایه. ببافید، برمیگردم. بعد از اینکه 6 تا کاهشی رو انجام دادید، نختون رو یه مقدار بلندتر قیچی کنید و بعد نخو بگیرید بکشید. حالا نخو سوزن و این 6 پایه آخر سر رو کاهشی یعنی جمع کنید، بدوزید. کناره‌ای که به سمت خودتون هست اونو بگیرید و یا اونی که بالاست اونو بگیرید و بدوزید. دوباره از این یکی ور بیایید از این سمت 6 بار این کار رو تکرار کنید تا این کارتون به طور کامل جمع بشه، سر کارتون بسته بشه. بعد از که رسیدید به انتها، از داخل همینجا نخو ببرید داخل، یعنی سوزن ببرید داخل و از پایین از یه قسمتی در بیارید. کارتون رو بگیرید و بکشید داخل. خب این هم بافت پای ما. اضافه نخم بدید دوباره داخل کارتون. میخوایم شروع کنیم به بافت قسمت دست. دستم مثل پا متحرک کردم، ولی تفاوتش اینه که دست رو با دگمه متحرک کردم. حالا برسیم به قسمت و جاش خدمتتون عرض میکنم. برای بافت دست از رنگ پررنگتر استفاده میکنیم. اول یک حلقه جادویی بزنید، داخل حلقه جادویی 6 پایه ببافید. ابتدا باید یک زنجیره بزنیم، بعد 6 پایه، بعد ردیف بعد 12 تا، ردیف بعد 18 تا و طبق اصول گرد بافی انجام بدید. به انتهای رج سوم رسیدم. حالا این رج میخوایم تغییر رنگ بدیم به رنگ بدن. به خاطر همین 2 تا یکی آخر سر رو با رنگ بدن انجام میدیم. دستم مثل پا میخوام تغییر رنگ بدم. یک رج پایه رو، و این نکته در خدمتتون عرض کنم، پایه رو فقط پایه پشتی میگیریم مثل پا. پس یک رج از پایه پشتیمون پایه رو با رنگ تیره تر میگیرم و 2 تا یکی رو با رنگ بدن انجام میدم. 18 پایه به همین صورت ببافید. پایه رو با رنگ پررنگ تر و 2 تا یکی رو با رنگ بدن. رج 18 تا رو بافتم، رسیدم به انتها. ببینید الان میخوایم برسونیم به 24 تا، ولی این نخ پررنگتون رو قطع نکنید، درست مثل چون میخوایم ناخون برای عروسکمون بذاریم، پس این نخ پررنگتر رو قطع نمی کنیم. حالا بیایید نخ نشانه رو جا به جا کنید. این رج یک پایه ببافید، یک افزایش و دوباره یک پایه. 6 بار این کار رو تکرار کنید. در انتها تعداد
پایه هامون باید برسه به 24 پایه. پس یک پایه، یک افزایش و دوباره یک پایه. ببافید. برمیگردم. رج ششم. ابتدا بیایید 5 پایه ببافید. بعد از 5 پایه یک پایه، یک افزایش رو 6 بار تکرار کنید و بعد از اون 7 پایه دیگه میمونه. اونو تعداد پایه هامونم 30 تا. ببافید. رج بعد میخوایم ناخونا رو و پایه پفکی بزنیم. ببافید. میرسم خدمتتون. رج هفتم. ابتدا بیایید 6 پایه ببافید. بعد 2 تا یکی رو بیایید با رنگ پررنگ تر انجام بدید. حالا میخوایم پایه پفکی بزنیم. تفاوت پایه پفکی توی دست با پا توی اینه که من پایه پفکی رو اینجا با 3 پایه میگیرم. پا رو با 4 پایه گرفتم. این 2 تا یعنی 2 بار که گرفتم. این سومین بار. چرا؟ چون میخوام مقدارش نسبت به پا کوچیک‌تر شه. این ناخن پا الان بزرگتر از ناخن دسته. این یک پای پفکی. دوباره بغل دستش با 3 بار گرفتن پای پفکی بعدی رو میگیرم. این 2 تا، یک 2 و این هم 3. خب حالا 3 پایه میبافم با رنگ بدن. حواستون باشه که کنار رو بزنید و بگیرید. با رنگ بدن 3 پایه ببافید. 1 2 سومی رو بگیرید با رنگ پررنگ 2 تاشو یکی کنید. دوباره 2 تا رو پشت سر هم با 3 پایه پفکی ببافید. این 2 و این هم 3. خب من ادامه میدم. پس یک پایه پفکی میبافیم 3 تا، یعنی یک پایه پفکی 2 تا کنار همو میگیریم یک پایه. این 1 این 2 که میشه 2 تا خونه کنار هم، هر کدوم با 3 بار گرفتم. بعد از اون دوباره 3 پایه تک. بذارین همراه هم ببافیم بریم جلو. این دوباره یک پایه دیگه. این سومی با رنگ بدن میام، عوض میکنم به رنگ بدن. 3 تا پایه به رنگ بدن میبافم. 1 2 2 تا رو میگیرم، پایه رو میگیرم، 2 تا یکی رو با رنگ پررنگ تر. دوباره 3 پایه توی یک پایم. 1 2 و 3. این یکی کناریشم به همین ترتیب. 1 2 و 3. دوباره میرم رو رنگ بدن. سه پایه با رنگ بدن میبافم. یک 2 و 3. 2 تاشو پایشو میگیرم، 2 تا یکی رو با رنگ پررنگ تر انجام میدم. این آخرین پایه پفکیمونه که میبافیم. تا اینجا 3 تا بافتیم، آخرین پایه پفکیمون هم ببافیم. این الان مال اینه، اینجا میشه. 1 2 3 و 1
2 و 3 تا رو میزنم یکی و میرم رو رنگ بعدم. حالا در ادامه 7 پایه هم مونده که باید ببافیم برسیم به انتهای رجمون. پس این 7 هم میبافم میرسم به انتهای رجم. 2 3 4 5 6 و 7. رسیدم به انتهای رج. نخ نشانه رو جا به جا میکنم. میایم رج بعد. رج بعدی دیگه این نخو میتونید ببرید چون دیگه بهش احتیاج نداریم. این نخو میبرم، نخ پر رنگ تر رو ورش میدارم و این دوتا رو بعدن گره میزنم با هم دیگه فقط میریم رو رنگ خود تعداد پایه هامون توی رج 7 همون 30 پایه است. رج 8 ابتدا بیاین 6 پایه ببافید. 1 2 3 4 5 و 6. این رج اون افزایشی که انجام دادیم مثل پا میخوایم کاهشی انجام بدیم، یعنی 1 پایه بعد 1 کاهش 6 مرتبه تکرار میشه. این دوتا اولیا جفتش یکی بود، یعنی هر کدوم از اینا 1 پایه در نظر گرفته میشه. پس دوتای اینا اول کاهشی و بعد 1 پایه، دوباره این دوتا کاهشی، دوتا کنار هم اینجا، این دوتا کاهشی، بعد از این دوتا 1 پایه ببافید، دوتای بعدی کاهشی، یکی از این، یکی از آبی پر رنگ، یکی آبی کم رنگ، یک پایه و 1 کاهش، میشه 1 آبی کم رنگ، 1 آبی پر رنگ. یک پایه تک، دوتا 1 کاهشی، دوباره 1 پایه تک، 1 کاهشی، و بعد از این 7 پایه میمونه که باید ساده بافی کنید. 1 2 تعداد پایه هامون در انتها میشه 24 پایه. بعد از اینکه این 24 پایه رو بافتید، 1 دور ساده بافی این 24 پایه رو انجام بدید. قشنگ برجسته نیستش، با 1 قلابی چیزی اینا رو درارید. ببینید این شکلی بیاریدش بالا، پای پفکشو بیارید رو. از زیر کار درش بیارید این شکلی. یک رنج ساده بافی رم انجام بدیم. ببینین الان این راه اومد بالاتر، اون موقع بالا نبودش. یک رنج ساده بافی هم انجام بدید، میرسم خدمتتون. من 24 پایه‌رم بافتم ساده بافیشو. برای اینکه این نخا رو عجله دستمون جمع کنیم، تمام این نخایی که میشه با هم دیگه گره زد و 1 گره بزنین، اضافه‌شو یا قیچی کنید یا حالا توی کار میذارید باشه دیگه. این نخا رو عجله دستتون جمع کنید.
این رج 10. 8 پایه میبافید. بعد از اینکه 8 پایه بافتید میرسید به اینجا، میشه 1 پایه 1 کاهش. 3 بار تکرار میشه. از اینجا تا اینجا 1 پایه 1 کاهش 3 بار تکرار میشه و 7 پایه آخر سر رو میبافید. جمعاً میشه 21 پایه. 21 پایه رو یک دور ساده بافی میکنید. ببافید. برمیگردم خدمتتون. من 8 پایه رو بافتم، اومدم 1 پایه 1 کاهش رو با هم دیگه بریم. ببینید درست اومدیم روی این نقطه. این 1 پایه 1 کاهش، 2 مرتبه 1 پایه 1 کاهش. میخوایم روی دست رو جمع کنیم. دوباره 1 پایه 1 کاهش و 7 پایه میمونه که اونم ساده بافی میکنیم و دوباره 1 رج 21 پایه رو ببافید. برمیگردم. رج 12. این دفعه میایین 7 پایه میبافید. بعد 1 پایه 1 کاهش، 3 مرتبه تکرار میشه و در انتها 5 پایه میبافید. تعداد پایه هامون میرسه به 18 پایه. رج 13 تا 16، 4 رجم 18 پایه رو تکرار کنید و ببافید. پس اول کاهشی که برسیم به 18 تا و بعد 4 رج ساده بافی. ببافید. برمیگردم. رج 17 هم. بیایید همون ابتدا 1 کاهش بدید و بعد 16 تا پایه ببافید تا انتهای کار. تعداد پایه هامون میرسه به 17 پایه. رج 18 و 19 تکرار 17 پایه رو ببافید. میرسم خدمتتون. تا انتهای رج 19 رو بافتم. من یه مقدار الیاف گذاری کردم و فشردم الیافمو. حالا برای اینکه دیگه میخوایم هی کاهشی انجام بدیم سخت میشه بعدن که الیاف گذاری رو برای این قسمت ها خوب انجام بدیم. رج 20. بیایید 1 پایه ببافید، 1 کاهش انجام بدید و 14 پایه دیگه ببافید. تعداد پایه همون میرسه به 16 پایه. رج 21 هم ساده بافیه. اون 16 پایه رو انجام بدید. ببافید. برمیگردم. رج 22. بیایید 2 پایه ببافید، 1 کاهش. این کار رو 4 مرتبه تکرار کنید. در انتها 12 تا پایه داریم. رج 23 تا 25 یعنی 3 رجم این 12 پایه رو ساده بافی کنید. ببافید. برمیگردم. تا انتهای رج 25 رو بافتم. رج بعدی یعنی رج 26 باید 2 پایه ببافید، 1 کاهش، 3 بار تکرار کنید و در انتها 9 پایه داشته باشید. ولی حالا من میخوام برای اینکه دستم متحرک کنم از دگمه استفاده کنم. یک نخ کامبا من از داخل دگمه رد کردم. حالا چه با رنگ بدن چه با من با پررنگش رد کردم، فرقی نمیکنه. ولی اینو دقت کنید، دست باید این قسمت که ناخونه جلو باشه و حتما 2 تا این سمت 2 تا این سمت. ناخونای ما بعد این وسط، بازومون این وسط باشه. الان ببینید این وسطه. خب من این دست راستم میشه که گذاشتم و این دست چپم میشه، این دست راستم میشه. باید اینجا قرار بگیره. پس قبل از اینکه بخوام کاهش رو انجام بدم میام الان این نخو دگمه، چون کاهش رو انجام بدین دیگه نمیتونین، براتون سخته، چون الان درست اندازه خود این دگمه کوچیکه که اینا قرار بدید اینجا. ببینید این اندازشه. میام با کمک قلاب این پایه هامونو میگیرم میکشم داخل. یکی رو از یک پایه و اون یکی نخو از پایه بغلیش بگیرید بکشید داخل. پس 2 تا نخو رد کنید بکشید داخل. حالا اگه میخواید محکمش هم نکنید ولی این باید اینجا باشه. حالا
من الان 2 پایه میبافم، 1 کاهش، 3 بار تکرار میکنم تا برسم به انتهای رنجم. بعد از که رسیدید به پایه، نخ یه مقدار بلندتر قیچی کنید که بتونید اینو بدوزید و بعد دیگه نخ بکشید. حالا این 2 سمت رو به هم دیگه بدوزید. و پایه رو کامل بگیرید. باز دقت کنید پایه رو به طور کامل این 2 سمت رو به هم بگیرید و بدوزید. و از که دوختید سوزن از داخل کار در بیارید و اضافه نخم قیچی کنید و الواقش هم بدید داخل کار. و این نخ نشانه هم دیگه احتیاج ندارید، درد دستمون تموم شده.